درباره حضرت رقیه شیخ مفید کیه؟ شخصیتی است که امام زمان او رو به برادر خطاب کرده. دیگه اگر کسی بیاد شیخ مفید رو رد کنه، اصلا دیگه ما با او دیگه حرفی نداریم، دیگه ما تو درستی حتی تو بگی. شیخ مفید در کتاب ارشادشون میفرماید کنیه مادر حضرت رقیه بنت طلحه است. نام مادر حضرت رقیه بیبی ام اسحاقه که این بیبی قبل از این که همسر امام حسین بشن همسر امام مجتبی بودن. وقتی حضرت داشتن به شهادت میرسیدن وصیت کردن به سید الشهدا. یکی از وصایای امام مجتبی این بود که ام اسحاق رو شما به عقد خودتون در بیارید. و این ام اسحاق که اول همسر گرامی امام مجتبی بودن، طبق وصیت امام مجتبی همسر امام حسین شدن و بعد امام حسین با این بزرگوار ازدواج کردن و این دختر بزرگوار به دنیا آمدن و بعد از به دنیا آمدن رقیه از دار دنیا رفتن، چون رقیه مادر نداره، بی مادره. و من نمیدونم واقعا چرا بعضیا مصرند که با اعتقادات مردم بازی بکنن. من نمیدونم چرا، چی گیرشون میاد. خودشونو میخوان مطرح کنن، میخوان بگن ما محققیم، میخوان بگن ما دانشمند و اندیشمندیم، میخوان بگن ما از بقیه علما یه سر و گردن بالاتریم، میخوان بگن ما چیزایی رو فهمیدیم که بقیه نفهمیدن. من نمیدونم، فقط همینقدر میدانم که آب تو آسیاب دشمن داره ریخته